بچه دقت کردید موینا اصل کم فاصله گرفتن؟ آره خیلی الان بغلم نیستن؟ همین الان اصل پا شد رفت بغل موین نشست. خب گفتم بهت که اصل دیشب به من گفتش که حس میکنم از موین خوشت میاد. گفت بهش نگاه کردی فلان میشه. آره به تو آره گفتم من اصلا ببین به جون مامانم حتی اصلا هنوز ندیده بودمش. خب گفتم یادتونه اینجا چی داشت بعد میگفت من موقعی تو رابطه بودم دوست پسر منو بر دیت انتخاب کرد و بازم دیشب ازش پرسیدم باز گفت آره من باز انتخاب نه بعد کردم. گفتش حالا اینو گفت بعد گفت اگر که دوست داری بری باهاش تو رابطه برو من مشکلی ندارم. به هر حال اینجا اومدیم آشنا بشیم. اول بحث منو موینو باید کرد بعد گرفت رو ایشون. بحث تو موین چی بود؟ گفت کردم داری بهش نگاه می‌کنی خوشت اومده. چه خوب جمع کردی آفرین. جمع کردیم بیا. اصلا گفت من دختر حسودی نیستم. آره من هی هم میگه من آدم آره، آرومیم بازی نکن با روحم. درست میگه خیلی آدم آروم تو همه داری فتنه می‌ندازی.